امروز قرار حال به همزن ترین ترکیب های دنیا و جهان رو تست کنیم. بریم آقا تا بفرمایید. بریم. خب آتاها، امروز قراره چند تا از ترکیب هایی که به شدت حال به هم زنن ترکیباشو به دوستان میگم، اونا رو قراره با هم تست کنیم. اگه نتونستی بخوریم من یه لیوان آب پر میریزم تو صورتت. بریم. رحم داشته باش. خب این از آبا قراره بریزیم با هم دیگه. همین بروزم باید من خودم درستش میکنم نتم. ترکیب اول بستنی قیفی خوشمزه. خودت ریختی نکن. باشه دست همین بری بکنش کن. نه میخوام نشون بدم. باشه بستنی خوشمزه با رب. عالیه، اصلا بی نظیره. بریم آتا. آرام شده بستنیش. نمیدونم واقعا چرا دارم این کار میکنم. بریم. آیا بخور. کله بروکلی. باز من خامش خوردم پخته تو نپختش. بله بخور یه گازم ازش بزنی تمامه. از اینجاش یه گاز بزنی تمامه. تو نمیخوری؟ حالا بخور. ای حالا داره به هم میخوره. نخور تو. بین الان اون بخور تمامه. نخور من نمیخوام. برتش بده آبو بریز رو. میدونم بذار کمش خودم میکنم. کم میکنم. ای حالا داره از بوی کلم بروکلی داره میزنه. بیا میدونی چیه؟ گولت داره. مزه کاهو میده. خوشمزه بود. ای حالا داره به هم میخوره. سوسیس، پنیر و سس تند. این همون سس است که تو ویدیو قبل خوردیم. من زیرش هم کلی سس داره. مارتا نداشت. تنده. همه شد بخورم. نخورم. تو خوری من نمیخوام بخورم. نه نخورم. خب میخورم. آقا قبل نفر یه دوست بزنیم نه همشو بخورم. بخور. خیلی ممنه. تا پاتون انداختی این ور میزه داره میفته. خب آقا تا سر نکنه باید بکشیم. دقیقا قرار سر بکشیم. اینا چی هم؟ تخم مرغ خام، سس تند، پنیر. بفرما. تو اول من شاید نخورم. بفرما. اگه من نخورم تو صورت بریزیم من. هر دوتا هم میریزن رو هم. نه
نمیخوری؟ خوردم. گفتم کلی باید سر بکشه. نه گفتم سرش گفت یه سر. خودم یه سره. گفتم زیه آشو. گفتم زیه آشو. گفتم زیه آشو. یه قلوب بخور. من نیست. درست. همه چی داره میاد کم کم. اینجا داره میاد بالا تا اینجا داره میاد. من نمیخورم برس. شما هر حالم دلارت میشه. این آیتم رو دوست دارم. ببین 2 تا کیک آب لیمو، اسم این مربای چی بود؟ آلبالو. نه لیمو. مربای لیمو، مربای آلبالو، سس تند، آلبالو توت فرنگی بود. بستنی، سس، رب، بستنی، کاکائو، سس تند، آب لیمو. اینم آب لیمو داره. خب نه نفر چه آمد بخوریم؟ سوسونی؟ آی نه روبه بزنیم تابلو. چطوره؟ خوشمزه هست. روبه حالا هم بزنیم. چقدر لوسم بعضی ها. آره نه یه تخم مرغ نخوردی، نه چه کلم ملوکینو نخوردی. خب سس تند، رب، آلبالو، مربا، پنیر. اینو دیگه هم تو بخور. میخوری؟ ای بخور. مزه عد میده. میخوری؟ تو میخوری؟ خیلی خوشمزه است، بخور. معلومه انصاف بدم. خوردی؟ خوشمزه است گفتن. من دارم خود بره. ای آب لیمو را قهوه بدش کرده. قهوه تمش قهوه است. شکلاته میرفته. نه کلشو میریزم. نه با شلغماس این پوستش بعد من کار ندارم. بخور با پوست. میخوری نمیخوری آب بریزم. اینو بخور. من تو باید انتخاب کنی. آره نه خیر همین شو. نه تمامش خوش کنم دارم میخورم. بریم بزنیم. برو بزن. نمیخوره تا نخور دیگه. نه توف کنم نه اصلا نمیشه. ای داره حالم نمیخوره. آه لیله بزن فقط بالا بریزم که در مرکز سر پخش بشه. خدا لعنتت کنه. $2,000 years later. شربت جوشان، آب و آب لیمو.
ای از اعماق وجودم سوخت. چرا باید بخوریم؟ کلش نه دیگه کلش تا کلش کلش تا از اعماق وجود حلقم سوخت. برام بالا میره. نمیخواد بخوره با من اصراف بده. اصراف اینه؟ اقتا خالی کن. نه دیوار خیلی همین ببخشید. سالمی اوکی. تنها آیتم بود که مثلا بدم میاد. کلا درست نمیزنی باشه. نصفش باید بخوری. نمیخوری. داری میمیری تا صبح خیلی. بابا الو حمله بشکنم تو کله دا. به خود حواسم نبود. تا یه لحظه صبر کن. چیز چی میگفتی؟ داره میسو همین الان چرا؟ همش دیر میاد تو ذهن آدم. بچه داره شما قیافه‌شو نگاه کنید. ناگهان بدی شد. قیافه رو نگاه کنید. اصلا ترکیبات لیمو و لیمو و شیرش، سس تون، رب، آب لیمو، مربای توت فرنگی. اونو بده کلشو باید بخوری. بریم میشه بزنیم زیر دستو. خیلی حال به هم زنه. شیرین، تند، ترش، سخاری. به هم زن ترین چیز رو دارم توی زندگی میخورم. خیلی بده. خیلی بده. برنج نریز توش. برنج، رب، سس تند، پنیر، کاکائو. یه دونه از اینا رو بخورین تمام. اینجوری بریم. ای خیلی بده. برو نخورین. پنیراشو بشکنیم. این حال به هم زدن چیزی که تو زندگیم خوردم این بود. بریز یه چی بگم؟ چرا؟ از فاصله دور بریز. چرا؟ دوباره میزنی تو ششم. نه حسابین چی شد اینجا؟ گرد میکنم تو دماغ نره. یکی از بدترین و حال به هم زنترین چیزی که توی زندگی عالم و بشریت میتونست خلق بشه اینه: گوجه، رب، سس تند با گل کلم، مربای آلو، مربای توت فرنگی، برنج، رب، آب لیمو، پنیر، سس تند، گل کلم، جوجه کباب. شروع کن از اینجا تا نمیخورم.
نمیخوره؟ نمیخورم. کلم و گوجه چیه؟ نخور. همونقدر که خوردم مرسی. اوه چه تونه گوجه چجور وای بس برو. ببین منو بکشن ببرن دا پای اعدام بگن نمیخوره. منم نمیخورم. اعدامت کنن 1 میلیارد بدم کل جهانو بدم من اینو نمیخورم. من چرا 1 میلیارد بدم؟ تو ببینی 1 میلیون بدی من اینو میخورم. من 100 میلیارد هم بدم بریزیم. بابا نه دیگه نه گفتم نمیریزیم. بیا کوساله احمق. ولی چالش دیگه هم مونده. چی؟ شما اونو میخوری؟ میخوره. نریز خب این واو من میخواستم اونو نظرم ای چیه این؟ من بخاطر جوجه شلم دارم میخورم. خوشمزه است. گلچلم همیشه با همه چیز خوشمزه است. خب تمام شد. شب خواب ندارم. هدف نه من موندم هدفمون از برگزاری این چالش چی بود؟ حالا شما طراحی کردین چالشو. من فقط دهنم میسوزه. به قول کومان دلت گرفتم. بابا بذار خدافیزی کنیم بعد. به قول کومان فعلا خدا حافظ. بای بای. چرا؟ این چیه؟ به خدا میریزم رو به خدا میریزم رو برچه بیا باشه